دوست من سلام، امیدوارم که هر جایی که هستی حالت عالی باشه و سالم و سلامت و خوشحال. ممنون ازت که این دوره رو تهیه کردیم. توی این دوره به صورت کلی من سری توضیحات بهتون بدم. توی این دوره ما کل نرم افزار کیوبیس رو با هم دیگه یاد میگیریم که هر بخش مربوط به کدوم بخشه. برای مثلا پیانو رول برای چه بخشی استفاده میشه، مثلا تنظیم، آهنگسازی یا بخشای دیگه. به صورت خیلی کلی راجع به مفهوم ها صحبت میکنیم، هم توی تنظیم و هم توی میکس و مسترینگ. کل نرم افزار رو با هم دیگه میریم جلو. هر جا سوال داشتی میتونی به تلگرام من پیام بدیم که راهنماییت کنم. این دوره تقریبا میشه گفتش که حدود 12 ساعت میشه، حالا یا کمتر یا بیشتر، که یه دوره خیلی جامع برای کیوبیس هست. این هم باید در نظر بگیرید که تمام المان هایی که بهتون توضیح میدم از کیوبیس میشه گفت 8 به بعد، یعنی تا 10، یعنی 8، 8 و نیم، 9، 9 و نیم، 10، 10 و نیم که الان آخرین ورژنش اومده. میتونید این توضیحاتی که من بهتون دادم روی اون نرم افزارها هم پیاده کنید و هرچی ورژن جدیدتر میاد امکانات جدیدتری اضافه میشه، چیزی از روی کیوبیس برداشته نمیشه. خب بیایم اول از مفهوم کلی کیوبیس که به نرم افزارهای مثلا کیوبیس، FL استودیو چی میگن. ببینید به اصطلاح به این نرم افزارها میگن DAW. دقت کن دوست من، شما وقتی توی کلا حروف‌های انگلیسی وقتی 3 تا کلمه رو میبینی که بزرگ نوشته شده، یعنی مخفف چیزی هستن. یعنی اینو نباید بخونی دا یا نوع مختلف و بگی DAW که مخفف دیجیتال اودیو ورک استیشن است، که این محیط قادر است که تمام کارهای برای تولید یک موسیقی که نیاز هست رو فراهم ده، از جمله ضبط و ویرایش میدی که اونم توضیح میدم بهتون، امکان تنظیم، ساخت و غیره. یعنی تمام این نرم افزار FL استودیو، کیوبیس، استودیو وان، ریزن، سونار، لاجیک، ایبلتون و غیره، تمام اینها DAW هستن یا دیجیتال آدیو ورک استیشن، که باعث میشه که به کار ما توی موسیقی، حالا کار ما میکس و مسترینگ هستش، تنظیم هستش، آهنگسازی هستش، صدا برداری هست، کمک کن. این نکته هم در نظر بگیر، اگه من از کیوبیس استفاده کنم دلیل نمیشه که مثلا کیوبیس بهترین باشه، یا مثلا یه شخص معروف دیگه توی جای دیگه دنیا داره مثلا از FL استودیو استفاده میکنه و یه دونه مبتدی هم از FL استودیو یعنی کار میکنه، دلیل بعدی نمیشه که FL استودیو بده یا خوب. شما باید نرم افزاری انتخاب کنید که باهاش راحت هستید. من خودم با کیوبیس راحتم، محیطش میتونم ارتباط برقرار کنم. مسلما که شما این دوره رو دارید نگاه میکنید، انتخاب شما کیوبیس بوده و اینم در نظر بگیرید تمام امکاناتشون یکی هستن و اینکه ممکنه پلاگینای خود نرم افزار، حالا چه برای میکس و مسترینگ چه برای آهنگسازی، جنسای متفاوتی داشته باشه، یکی بهتر باشه یکی کمتر یعنی بد باشه، ولی به صورت کلی کاربرد تمامشون یکی هستن و این طرز فکر اشتباه رو از ذهن دور کنی که مثلا FL استودیو به کار من کیفیت میده. نه، مثلا ایبلتون به کار من کیفیت بیشتری میده، مسترینگ فقط برای مثلا چیز. نه، تمامشون کاربردهاشون یکی هستش و اینکه توی این دوره ما کامل همه چی رو بهتون توضیح میدیم. خب ببین، وقتی که کیوبیس رو باز میکنید این صفحه برای شما میاد که قسمت بالا یه دونه بار بالا هستش و یه دونه هاب برای شما باز میکنه که همونجوری که شما میبینید اگر به VPN وصل شده باشید، نیوز اند توتوریالزش برای شما این قسمت میاد که میتونید برید و توی یوتیوب اونو ببینید. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم قبل از اینکه با هم شروع کنیم و اینو دونه دونه قسمت ها رو توضیح بدیم، اگر شما که داری ویدیو رو میبینی کیوبیست کرک شده هست و انتظار نداشته باش مثلا بگی که آقا مثلا برای من این قسمت رو نداره، من برنامه نویس کیوبیست نبودم که مثلا بگم چجوری بیاد تو کرک اینو انجام بده، پیشنهاد میکنم که حتما کیوبیست اورجینال تهیه کنید. چرا؟ فکر کن این نرم افزار رو خودتون ساخته بودید
و اینکه شما دوست داشتی به عنوان مثلا دزدی یک کسی استفاده کنه، مسلما جوابتون نه هستش. و اینکه پیشنهاد میکنم حتما نسخه اورجینالش رو تهیه کنید. خب قسمت هاب ما یه قسمت داریم، قسمت مور هستش، یعنی بیشتر. من از راست شروع میکنم میام به چپ که یه دونه پروژه امتی برای ما باز میکنه. حالا من این قسمت پایینم بهتون توضیح میدم. ببینید من روی امتی میزنم، کرییت میزنم، میگه کجا میخوای باشی، مثلا دسکتاپ، میگیم کانتین. خب حالا بهتون میگم اون قسمتی که اومد برای چی. میبینید که محیط برای ما به صورت خالی باز میشه. خب دوباره من از قسمت هاب توی منو بار بالا اوپن هاب رو میزنم. این پایین یه قسمت داریم، شما میتونید به صورت دیفالت بگید که آقا هر چی پروژه من باز میکنم بره توی این درایو من. مثلا شما روی هارد اکسترنال میخوام پروژه‌تون رو فقط بذارید، اینجا میتونید انتخاب کنید که هر پروژه‌ای که باز میکنید جدید واسه تکن قدیمیایی که خب بوده که هیچ، از اون به بعد وقتی شما میخواین پروژه باز کنید میگه که کجا من باز کنم این پروژه رو، میگه که فقط توی این فولدر باز کن. اسمش هم چی بذار؟ مثلا شما کارتون صدا برداریه، میتونید مثلا بذارید مثلا بهمن 98، مثلا میشه بهمن 98 01 02 میره جلو نسبت به چیزی که شما میزنید. حالا میتونه ما این همونو بکنیم آموزش، یا اینکه مثلا شما میخواید مثلا مشتری برای شما یه فلش آورده یا خودتون میخواید روی فلش یه دونه فایل مجزا لود کنید. وقتی prompt for project location رو بزنید، یعنی این قسمت رو use default location رو انتخاب نکنید، پایینی رو انتخاب کنید، کرییت رو بزنید، ازتون میپرسه که شما دوست دارید که کجا براتون فایل رو ذخیره کنید. میتونید یه فولدر رو انتخاب کنید و بگید که فایل های من رو اونجا ذخیره کن. این قسمت هم اوپن آدر که برای باز کردن پروژه های ما هستش، که مثلا ما یه پروژه قبلا زدیم، میکس کردیم، مسترینگ کردیم یا آهنگسازی کردیم یا ریکورد کردیم، میخوایم دوباره بازش کنیم، میتونیم از این قسمت وقتی که صفحه برای ما لود شد اینو اوپن کنیم. این شد پس قسمت مور. حالا برای قسمت مسترینگ، اینجا به اصطلاح بهش میگن تمپلیت. یه تمپلیت استریو مسترینگ هستش که به صورت یعنی قالب پیش‌فرض. من اینو میذارم رو همین بالا که به صورت دیفالت رو همون درایوی که من انتخاب کردم باش. وقتی روش یه دونه کلیک کنید و کرییت رو بزنید، میبینید که براتون یه محیط میاره که میتونید مسترینگتون رو انجام بدید به این صورت. و یه سری حالا من اینا رو بهتون کامل توضیح میدم که استریو این هاوسش داره و خب میبینید که توی مسترینگ هم دوتا VST خودش باز کرده به صورت پیش‌ورز و یه دونه VST داینامیکس که اینا رو همه رو بهتون توضیح خواهم داد، عجله نکن، فقط کلیتش رو بدونید، چون این کلیت ها رو بدونید و مفهوم رو بدونید خیلی بهتون کمک میکنه و بازم بهتون میگم این چجوری میاد و میره. میگم عجله نکنید. یه قسمت پروداکشن داریم برای تنظیم هستش. میتونید مثلا هر سبکی که شما استفاده میکنید، هیپ هاپ، جاز، متال، پاپ، برای مثلا روش کلیک میکنید، کرییت رو میزنید، به صورت پیش‌فرض براتون یه سری لاین میچینه، افکت گذاری میکنه، میبینید که حتی درام هم براتون چیده. لاین های افیکس براتون باز کرده، لاین های اینپوت و اوتپوت براتون باز کرده. به اینها میگن لاین، به هر کدوم از اینا میگن لاین. مثلا این لاین درامز، لاین باس، لاین کلاوینت، لاین سینت، لاین وکال، که میبینید که مثلا بر روی وکالش هم یه سری پریست ها اعمال کرده، یه اکولایز اعمال کرده که میگم اینا همه رو بهتون توضیح میدم. دوباره توی هاب قسمت بالا اوپن هاب که هر کدومو میتونید شما انتخاب کنید. یکی اسکورینگه که در اصل آهنگساز به این کس میگن که نوت نویسی قطعه رو، یا بخوایم خیلی عامیانه تر بگیم آکورد نویسی شعر رو برای ما انجام میده
و برای تنظیم کننده میفرسته. تنظیم کننده نسبت به اون آکورد و نوت هایی که بهش آهنگساز داده یه قطعه رو تنظیم میکنه، یعنی جنس میچینه براش، درامز میچینه، که توی ایران متاسفانه تنظیم کننده و آهنگساز دو یه نفره و کسی که مثلا گیتار میزنه، اون شعری که مثلا مشتری ازش خریداری کرده از شاعر، خود شاعر گیتار میزنه میخونه، میشه مثلا ملودی زن، در صورتی که این غلط. شما میتونید یه دونه خط ارکستری نوت نویسی کنید. یعنی به چه صورت؟ بذاریم برای مثال من یه دونه پریست اولشو باز کنم. میبینید که شما اینجا میتونید نوت نویسی کنید. حالا روی هر نوتی که میخواید استفاده کنید و ازش استفاده کنید که بهتون هم حتما توضیح میدم. خب بریم قسمت بعدی که اسکورینگ هستش، که میتونید برای استرینگ های کوارتت یعنی چهارتایی، عرضم به حضورتون که ارکسترا، ملودی پیانو، گیتار، براس که همون سازهای بادی هستن. یه قسمت هم برای ریکوردینگ داریم که میتونه ریکوردینگ ما به صورت یعنی با میکروفون باشه، میدی باشه. حالا توی قسمت ریکورد میتونه مونو یا استریو باشه. برای مثلا یه پیانو و وکال میخواید ریکورد بگیرید، یا اگر مثلا خودتون دوست نداشتین میگم روی مور میزنید، اونجا بهتون یاد میدم که چجوری از یه ترک اضافه کنید یا کم کنید. برای مثلا ما میخوایم ببینیم که اصلا مونو چیه، استریو چیه، میدی چیه، اف ایکس چیه. من پریست رو باز میکنم. خب این قسمت میزنم بزرگ بشه. خب ببینید آدیو ترک. ببینید مونو یعنی این که باند راست و باند چپ ما یک صدا باشه. این یعنی مونو. یعنی این که باند راست ما متفاوت نباشه با باند چپ ما. برای مثال من یه دونه موزیک اینجا لود میکنم. حالا صداشو خیلی کم هم میکنیم که فقط میخوام مفهومشو بفهمیم، که زوم اینا رو همه رو بهتون خواهم گفت، فقط میخوایم اینجا مفهوم الان یاد بگیریم. خب ببینید الان این موزیک وقتی لود میشه میبینید که چپ و راست ما به صورت یکی نیست. حالا برای اینکه مونو کنیم میگم حالا پلگین های مختلفیه که بهتون بعداً توضیح میدم. میبینید که الان یه خط صاف، تمام صداها الان توی وسط هستن و در نظر بگیر یه سری از سازها مثل یعنی وکال هم در نظر بگیر که یه نوع ساز وکال مونو گرفته میشه ریکورد، یعنی لاین ورودی شما باید مونو باشه. ساز زنده مثلا گیتار هم بعضی اوقات مونو، بعضی اوقات میتونم به صورت استریو ریکورد بگیرم. میکروفون گذاری های متفاوت داره. پس این شد تفاوت مونو و استریو. حالا میدی چیه؟ میدی یا همون بهتره بگیم که MIDI، مخفف میوزیک اینسترومنت دیجیتال اینترفیس. پس چی شد؟ میوزیک اینسترومنت دیجیتال اینترفیس. ببینید شما وقتی نمیدونم حتما دیده باشید که یه سری از کیبوردر دیدید که نوشته MIDI کیبورد، حالا ما بهش میگیم میدی که راحت تر باشه، یا یه سری نوشته ارگ. فرق کلیشو اینه که ارگ به تنهایی از خودش صدا داره، ولی میدی حتما باید نصب شه، یعنی حتما باید وصل شه به نرم افزار و روی اون نرم افزار یک صدا لود بشه. برای مثلا اینجا شما یه لاین درام لود کردید صورت VST که بهتون توضیح میدم VST چیه، و میدی کنترلتون رو وصل کردین به کامپیوتر. حالا میتونید نوازندگی کنید و صدای درام رو با میدیتون اجرا کنه. یا به صورت کلی میتونیم بگیم که به این قسمت یعنی میشه گفتش که میدی یا پیانو رول. میبینید که نوشته مثلا میدی و تفاوتش با ارگ که گفتم تو چیه، و اینکه معمولا برای اجراهای زنده از ارگ استفاده میکنن یا ورک استیشن های ارنجر، یا میدی وصل میکنن به لپتاپ که از لپتاپ صدا لود میکنن که کارشون راحت تر باشه.
و برای معمولا تنظیم کننده ها که میخوان یه قطعه رو تنظیم کنن از میدی استفاده میکنن. خب به صورت کلی بود که ما اینا رو بهتون گفتیم. پس فهمیدیم مونو چیه، استریو چیه، میدی یعنی چی و کاربردشون چیه. خب بریم قسمت بعدی که ریسنت. قسمت ریسنت چیه؟ قسمتی هست که شما اخیراً پروژه هایی که باز کردید هستش که میتونید هر کدوم خواستید اینجا لود کنید یا هر کدومی که خواستید اینجا رینیم کنید، دیلیت کنید یا شو این اکسپلور بزنید که فایل مورد نظرتون رو توی یه دونه فایل یعنی فولدری که بوده براتون میاره. خب حالا برای اینکه ما میخوایم از صفر شروع کنیم و بدونیم هر کدوم چه کاربردی و چجوری اصلا این لاینایی که اینجا هست ساخته شده رو میخوایم با هم دیگه بریم جلو، ولی نه الان. من برای شروع روی امتی کلیک میکنم که این پروژه برای من باز بشه. ببینید دقت کنید، ممکنه که شما وقتی کیوبیس رو باز میکنید اینجوری برای شما باز شه یا مثلا این قسمت رو نداشته باشه یا مثلا دیگه جوری دیگه ای نداره. خب ببینید از قسمت بالا دست راست این قسمت، خب که شما میتونید ببینید اگه روش نگه دارید کلید میون بارم زده، یعنی گفته کنترل آلت آر رو نگه دارید این قسمت راست میره. علاوه برای قسمت چپ کنترل آلت ال یا آلت آی. خب من آلت آی میگیرم، میبینید که خواهی میکنم من اشتباه کنم گرفتم. بله میبینید که آلت آی رو میگیرید این قسمت بغل میره و میاد. حالا برای قسمت پایینم کنترل آلت بی، میبینید که میره و میاد. حالا اگه این قسمت میگه آقا برای ما این قسمت نه، حالا با اینکه شورتکاتش هم شما الان فهمیدی، این قسمت راست کلیک میکنی و ویندوز زون کنترل رو میذارید که آن باشه. شما میتونید همه اینها رو بذارید باشه، میتونید اون چیزایی که مورد استفادهتون هست رو بذارید باشه که اینا رو همه رو بهتون توضیح میدم. فعلا از این پنجره رو شروع میکنم. خب ببینید پنجره قسمت چپ توی برای مثلا من روی لاین کلیک کنم، اینسپکت رو یعنی اینکه به صورت کلی میگه که شما اکولایز و یعنی اینسرت هایی که اینسرت یعنی پلاگین هایی که برای میکس یا برای صدا سازی میخواید استفاده کنید و این تو میتونید اعمال کنید. فیدر هستش که به این میگن فیدر و نوتپد که مثلا یه چیزی رو میخواید یادداشت کنید، مثلا موقع ریکورد میخوایم ببینید که نوع میکروفونتون چی بوده، چه ساعتی بوده، که میگم اینا رو به صورت الان کلی دارم توضیح میدم که جلوتر با هم دیگه میریم خیلی حرفه‌ای‌تر روشون صحبت میکنیم. خب این قسمت چپ. خب برای قسمت پایین اگه این پایین رو توجه کنید ببینید که یه قسمت میکس کنسول داریم که میتونیم 3 تا جاهای مختلفش رو با هم دیگه مشاهده کنیم. قسمت ادیتور داریم یا همون پیانو رولمونه، قسمت سامپلر داریم و قسمت کورد ترک داریم که میتونیم ستاپش هم مشخص کنیم که مثلا چیا باشه چیا نباشه. این هم از قسمت پایین. از قسمت راست هم VSTI هستش، VSTI که میتونید ازش استفاده کنید یا روی پروژه شما باز هستش. قسمت مدیا هستش که میتونید یه سری از لوپ ها و سمپل ها و صداهای توی کار استفاده کنین. قسمت کنترل روم هستش که بهتون توضیح میدم و قسمت میتر هستش که میتونه برای مستر و یا لاودنس ما کارایی داشته باشه. خب ما میایم از اینجا شروع میکنیم از چپ تا اون قسمت انتها و شروع میکنیم به اینکه هر کدوم چه کاری انجام میدن. ببینید این قسمت که آندو و ریدو هستش که اینو اکثرا میدون. یه قسمت داریم به اسم کانسترن دیلی کامپشه که برای میشه گفتش که کمتر کردن لیتنسی هست. لیتنسی یعنی چی؟ یعنی موقعی که شما میخواین ریکورد بگید مثلا بگه ب، بعد چند ثانیه بگه ب، یا مثلا بشکم میزنید صدا میبینید الان یه دونه هستش ولی مثلا اینجوری میشه که الان من 2 تا دارم بزنم. به صورت کلی بهتون میگم که چجوری میشه.
خب یه قسمت مدیا بای داریم که شما میتونید اینجا و لوپ ها و سمپل هایی که توی خود نرم افزار هست و ازش استفاده شده یا روی کامپیوترتون هست میتونید بهش بگید که آقا مثلا توی این فولدر اینو من میخوام ازش استفاده کنه. خب قسمت دوم و قسمت پول هستش که تمام لاین هایی که شما اینجا گذاشتید و یعنی ریکورد کردین یا رندر گرفتید که میگم به صورت کلی من دارم الان این قسمت بالا رو توضیح میدم که جلوتر با همدیگه ببینیم تمام اینها رو با همدیگه کار میکنه، فقط عجله نکنید. قسمت بعدی قسمت میکسر ما هستش که شما میتونید این رو هم با F3 بیارید. یه نوار پایین هست که میتونید علاوه بر این نوار پایین یک دیگه هم لود کنه که اگه F2 رو بزنید روی کیبورد میبینید که درست میبینید که یه سری المانا داره که به اون میده که میتونی ازش استفاده کنی. با F2 میره و میاد، ولی به صورت پیش‌فرض توی کیوبیس پرو 10 این پایین هستش. خب این هم که میکسر توضیح دادم. قسمت کنترل روم هستش که میگه دیزیبل، میتونی روشن کنی که فعلا من نمیخوام ازش استفاده کنم. دایرکت آفلاین پروسسینگ یعنی یه قسمتی هستش که میتونیم به صورت آفلاین روش پروسس انجام بدیم و اینا بهتون توضیح میدم. قسمت میوت و اس و اینا رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم. ام یعنی میوت، یعنی اینجا وقتی که ما امو بزنیم میوت میشه، وقتی اس رو بزنیم یعنی سولو، یعنی فقط این قسمت رو میشنویم. آر یعنی رید، به عنوان خوندن ازش استفاده میشه، برای اتوماسیون هست. رایت هم که برای اتوماسیون هستش. و قسمت A یعنی چی؟ یعنی که هر کاری که اینجا دارید انجام میدی دونه دونه روی تمام لاین ها باعث میشه که مثلا ولوم رو یه جا کم کردی، مثلا داری هی پلی که یه جا کم کردی، به صورت اتوماتیک همه رو میخونه و رایت میکنی، یعنی مینویسه. وقتی رایت روشن باشه شما هر کاری انجام بدید، ببین حالا من مثال بزنم، مثلا میبینید به صورت دستی من دارم اینو انجام بدم، هر کوچکترین کاری که انجام بدم توی هر چیزی میبینید که انجام میده. حالا برای اینکه اینها رو بخونه دیگه W رو برمیدم و روی رید میذارم که اینو بخونه برای من. خب قسمت اتوماسیون فالو داریم که میتونه یعنی فالو میکنه این قسمت رو، یعنی بار ما رو. قسمت نوعای مختلف داره، میتونید که امتحانش کنید. حالا میگم بازم جلوتر میریم با هم دیگه راجبه صحبت میکنیم. اتوماسیون پنل ما هستش. این قسمت برای چیه؟ ببینید من زوم میکنم، اگه این روشن باشه همزمان با بار من صفحه میره جلو، میبینید میره تا اینجا دوباره میاد. حالا من اینو خاموش کنم دیگه جلو یا عقب نمیره، که میتونه به صورت میبینید که به صورت کامل داره میره جلو، یعنی دیگه وای نمیسته که عقب بره. میبینید که قشنگ داره میره. مثلا میخوایم ویدیو استوری بگیرید میتونید از این روش استفاده کنید. قسمت های منو این بالا رو داریم، قسمت اینا رو همه رو بهتون توضیح میدم. قسمت رنگ بندی داریم، قسمت گام موزیک، فیدر ما هست، کوانتایز ما هست که بر حسب چی باشه و مقدار کوانتایز. این قسمت یه دکمه ستینگ داره که همون چیزایی که بهتون گفتم میتونید از اینجا هم استفاده کنید. این قسمت رو میاره. استاتوس لاین رو داره که آدیو اینپوت و اینا رو به ما توضیح میده. مکس ریکورد تایممون انقدر، ریکورد فرمتمون انقدر. قسمت اوورویو داره، مثلا ما اینجا لاین های زیادی داریم که میتونیم از این قسمت ببینیم. میبینید که این قسمت رو برای ما لود میکنه. لور زون داریم که قسمت پایینی رو برای ما لود میکنه. ترانسپورت داریم که میتونیم اینو غیر فعال کنیم و از F2 اگه دوباره بزنیم میبینیم که از این قسمتش استفاده کنیم که من گذاشتم که استفاده کنم ازش به صورت ثابت این پایین باشه. و قسمت رایت رو میتونید راست کلیک کنید که حالا اینا رو دونه دونه با هم دیگه توضیح میدیم و هر کدومی که شما مد نظرتون بود و میتونید داشته باشید. مثلا سیستم پرفرنس یا رایت
دیویدر هم میتونید شما وردارید یا بذارید که میتونید هر کدومو تست کنید. خب من این قسمت هم وردارم اوورویو رو. پس به صورت کلی ما فهمیدیم که میگم بازم به صورت کلی میدونیم که الان نرم افزار باز شه هر کدوم مثلا اینجا این چه کار میکنه، مثلا R چیه، W چیه، S چیه، M چیه، خیلی R و W رو به صورت کامل باز توضیح خواهیم داد. خب حالا ما میخوایم بریم از قسمت فایل شروع کنیم به نکاتی که خیلی مهم هست توی این نرم افزار که شما باید بدونید که به مشکل برنخورید توی کارتون با هم دیگه صحبت کنیم. خب قسمت فایل اگه میبینین که هر کدوم جلوی این کلیدهای میان برش هم برای ما گذاشته. نیو پروژه که کنترل N هستش، میتونید شما وقتی پروژه رو اوپن کنید کنترل O هستش، کلوز کنترل W، سیو کنترل S، سیو از کنترل S. فرق سیو با سیو از اینجا چی میتونه باشه؟ ببینید شما یه پروژه رو تنظیم کردی به عنوان مثال، خب حالا میخواید یه پروژه دیگه باز کنید که همون لاین رو دوباره توش بریزید، مثلا میکس کنید. اینجا میتونید شما سیو از بگیرید، بنویسید میکس و لایناتون رو رندر بگیرید، مثلا ادامه کار رو انجام بدید. یا به عنوان سیو نیو ورژن ایمپورت میتونید شما یه سری اودیو فایل یا یه سری فایلاتون رو به صورت میدی یا وی حالا برای تنظیم و یا آهنگسازی ازش استفاده میشه. اکسپورت هم که برای خروجی گرفتنه که نوع مختلف هست، میتونید ازش خروجی بگیرید. بکاپ پروژکت چیه؟ این هم نکته پرکاربرده. شما رفتید یه استودیوی به عنوان مثال، شما شرایط ریکورد رو ندارید، یه سازی خواستید ریکورد بگیرید و صدا بردار خواهش میکنید که یه بکاپ پروژکت به شما بده. یعنی چی؟ یعنی تمام فایل ها و اودیو ها برای شما ارسال شه، یعنی توی اون فایل به صورت جدا اکسپورت شه و با فرمت CPR که فرمت کیوبیس هست. و ریسنت پروژکت و کویت. قسمت ادیت ما داریم که به صورت کلی ما همشون رو توضیح خواهیم داد. قسمت پروژکت داریم و پروژکت ستاپ. حالا میگم همه اینا رو من به شما توضیح خواهم داد. پروژکت ستاپ مهمترین چیزی که هستش این قسمته که استارت تایمتون چقدر باشه، پروژکت لنتتون یعنی طول پروژهتون چقدر باشه، فریم ریتتون چقدر باشه، دیسپلیتون بر چه حسبی باشه، ریکوردتون چی باشه که سمپل ریت و بیت مهمترین بخش این قسمت پروژکت ستاپ هستش که روی ویو باشه، ویو 64 باشه که من پیشنهاد میکنم حالا برای سمپل ریت و بیت من توی کانال تلگرام که اولی ویدیو هم اومد قسمت های اوایل استاد رامین پیر به صورت کامل و تخصصی توضیح دادن که چجوری باشه. من معمولا مثلا 48 24 بیت استفاده میکنم ولی به صورت استاندارد 44 کیلوهرتز و 24 بیت، یعنی اینو شما روی 44 و 24 باید بذارید. قسمت استریو پملا هستش که میتونید انتخاب کنید. حالا میگم بهتون من توی جلوتر توضیح بدم. حد اکثر ولومتون میتونه روی مثلا 24 هم باشه، یعنی تا 6 دی بی بالاتر از صفر یا 12 دی بی هم واحد اندازه‌گیری صدا هستش و اینجا مثل تلویزیون نیستش که صفر اگه باشه یعنی صدا نداری. اینجا بر حسب این هستش که شما صفر بیشترین حد شماست که ما میتونیم اینجا مثبت 6 از صفر بالاتر یا 12 از با صفر بالاتر داشته باشیم که اینها هم برای ریفرنس های ما هستش. و تو این قسمت پروژه کالر ستاپ هم داریم. شما میتونید کالر های مختلف، رنگ های مختلفتون رو انتخاب کنید که به چه صورت باشه، کالر تینت باشه، بیسیک باشه، چند ردیف باشه و به چه صورتی باشه. این قسمت هم که برای پول هستش، میگم اینا رو دونه دونه بهتون توضیح خواهم داد. قسمت آدیو داریم که پلاگین ها رو میتونید از اینجا بهش لود کنیم که میگم زیاد با این تب ما کاری نداریم. قسمت میدی هستش که تمام این قسمت های تو میدی پیانو رول که من چند دقیقه پیش براتون باز کردم میتونید اینجا به صورت پیش فرض باز کنید. قسمت اسکور هستش برای نوت نویسی. قسمت مدیا هستش که برای ایمپورت یا اد کردن سمپل ها. قسمت ترانسپورت هستش
که ترانسپورت یعنی به این قسمت پلی و استاپ و ریکورد میگن ترانسپورت. و قسمت خیلی مهمتر، خیلی مهمتر توی استودیو ستاپ هستش که اینجا توی قسمت VST آدیو سیستم اگه بری نوشته ASIO یا همون به اصطلاح AGO درایور که کارت صداتون رو بعد به شما بهش معرفی کنید هست. وقتی شما کارت صداتون رو نصب کردید و درایور اون رو نصب کردید، اینجا مسلماً باید اسم کارت صدا شما یا شرکت سازنده کارت صدا شما بیاد. مثلا اگه امودیو دارید امودیو میاد، عرضم به حضورتون فوکوس رایت دارید فوکوس رایت میاد. هر المانی که شما یعنی هر کارت صدایی که شما دارید اینجا برای شما لود میشه. عذرخواهی میکنم که اونو باید انتخاب کنید که حتما در نظر داشته باشید. یه سری از دوستان که مثلا تازه کار هستن و دارن تازه کیوبیس رو یاد میگیرن، بعضی موقع میگن کیوبیس ما صدا نداره، کیوبیس ما خرابه و هزار تا بهونه‌های دیگه که از پایه باید اینا رو شما درست کنید اول که به مشکل صدادهی نخورید. قسمت ورک اسپیس هستش که ما اصلا بهش کاری نداریم. قسمت ویندو هم همینطور، VSC و هاب هم که بهتون توضیح دادم. قسمت کیوبیس هلپ هم من پیشنهاد میکنم که حتما ازش استفاده کنید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از چیزا رو، حالا ما اینجا کیوبیس پرو داریم، میتونید منوال هر کدوم رو، منوال یعنی چی؟ یعنی راهنمای هر کدوم رو شما بخونید و به صورت کاملا تخصصی. مثلا شما یه ایرادی دارید که مثلا شاید من بلد نباشم که بهتون بگم و میتونید به راحتی از توی هلپ کیوبیس اون رو پیدا کنید. خب حالا ما بیایم این قسمت این بر ببینید. شما از دو راه میتونید که لاین اضافه کنید. اسخای میکنم من یه ذره آب بخورم. خب از این قسمت که اگه تی رو بزنید روی کیبورد ببینید که شما میتونید اودیو ترک که برای ریکورد میتونه باشه، اینسترومنت ترک برای آهنگسازی، سامپل یعنی سامپل کردن، یه صدایی میخواید سامپل کنید، یا میدی ترک اضافه کنید، یا میتونید یه گروپ ترک اضافه کنید، افیکس ترک استفاده کنید، VSCA، مارکر، رولر و فولدر ازش استفاده کنید، یا میتونید راست کلیک کنید ببینید که تمام اون المانایی که اونجا داشتیم رو ما اینجا هم داریم. خب ما از بالا شروع میکنیم میایم پایین و دونه دونه شروع میکنیم به توضیح دادن که هر کدوم چه کاری رو انجام میده و به صورت خیلی دقیق توضیح میدیم. ببینید اینجا کانفیگوریشن داریم که اول میگیم که آقا میخواد مونو باشه یا استریو. خب درسته قسمت دوم، ولی ما اول میخوام ببینیم که آقا مثلا من میخوام یه وکال بگیرم، خب میخوام مونو باشه. اینپوت هم مثلا میخوام روی این باشه که شما اینپوت هم بعد این بهتون میگم. بذارید همین الان بهتون میگم. ببینید شما وقتی من کنسل بزنم، شما وقتی F4 رو بزنید اودیو کانکشن، یا توی قسمت استودیو میرید و توی اولین گزینه میبینید که نوشته اودیو کانکشن. دوباره میارم قسمت اینپوت داریم یعنی ورودی، اوتپوت خروجی، گروپ و اکسترنا، این قسمت ها هم که برای سخت افزار هستن، و کنترل روم هستش. ببینید اینپوت ورودی ما هستش که ورودی ما یعنی مثلا لاین کدوم لاین میک برای ما هستش که یه دونه استریو داریم که نمیخوام برای ما مهم نیست، و یه دونه قسمت اوتپوت داریم که باند لفت و باند رایت یعنی باند چپ و راست ما به کجا رفته که اینجا میتونی براش تعیین کنی. و یکی از دلایل هم که میگین صدا نداره همین هستش. یا اگه آقا مثلا شما دو تا لاین داری، دو تا لاین میک داری، میتونی یه دونه دیگه هم اد کنی که یه دونه باشه کانفیگوریشنش مونو باشه و برای مثلا این قسمت بره. و اگه هم اینو ببندید راست کلیک کنید میتونی هر کدومو ریموو کنید و میتونید در آخر به عنوان پریست اینو استفاده کنید که هر موقع خواستید بیاد دیگه مثلا هی 2 ساعت اینا رو درست نکنید. مثلا مثل ریکورد وکال میزنید، تمام
ورودی و خروجی شما درست میشه. پس این قسمت هم کانفیگوریشن مونو و آدیو اینپوت، حالا اونجا چیزی که تعریف کردید میتونه باشه. اوتپوت رو میتونه بره توی استریو اوت. ببینید کل لاین های ما، تمام لاین های ما میره توی استریو اوت ما که به صورت پیش‌فرض اینجا هست و این رو بخواید دیلیت کنید، یعنی لاین استریو اوتمون رو دیلیت کردیم، ولی میبینید که اینجا توی میکسر ما هنوز داریمش. خب دوباره من نیو باز میکنم، عذرخواهی میکنم و اسم ترک رو اینجا میتونید وارد کنید. مثلا میخواید بنویسید وکال و مثلا 5 تا لاین میخواید از خواننده‌تون وکال بگیرید. میبینید که الان ما 5 تا لاین مونو باز کردیم که به ترتیب برای ما میاد 1 2 3 4 5 میذاره و هر کدومو میتونید روش کلیک کنید که دکمه ریکوردش هم روشن میشه. حالا بهتون توضیح میدم. و اینکه میتونید ریکوردتون رو انجام بدید. خب حالا من اینا رو دیلیت کنم. قسمت بعدی اینسترومنت ترک، یعنی VST هایی که برای آهنگسازی استفاده میشه. به عنوان مثلا کانتکت رو من میخوام باز کنم، اوتپوت هم بره به استریو، یه دونه هم میخوام باز کنم. میبینیم که برای من به راحتی اینو باز کرد و الاین اینسترومنت الان دارم. میدی ترک دارم، حالا فرقشو با اینسترومنت ترک بهتون حتما میگم. من مثلا میذارم اسم ترک رو میذارم پیانو که ببینید که میدی ترک باز شد ولی به تنهایی صدا نداره و حتما یه خروجی بهش بده. مثلا میخوایم ما یه صدای آب رو سمپل کنیم، ما اینجا بازش میکنیم. مثلا این لاین ما صدای آبه که ما اینا رو دونه دونه بهتون توضیح خواهیم داد که چجوری میتونید سمپل کنید. قسمت FX ترک. FX ترک افکت های ما یعنی چی میتونه باشه؟ توی کیوبیس پرو 10 همه چی میتونه به عنوان FX اضافه شه، یعنی به عنوان مثلا ریورب، دیلی، ارزم به حضورتون اکولایزر، کمپرسور، دیستورشن، افکت های مختلف. حالا بازم میگم با اصطلاحاتی که من دارم کار، یعنی بهتون میگم آشنایی ندارین، آموزش مقدماتی میکس و مسترینگ رو 5 تا قسمته که به صورت کلی براتون من توضیح دادم و به صورت رایگان است. میتونید برید توی سایت ببینید که این مفهومایی که اینجا دارم بهتون میگم و خیلی بهتر بفهمید. میتونه افیکستون مونو باشه یا استریو باشه، اوتپوتتون، و میتونه به صورت اینساید چیز باشه، فولدر باشه، یا اوتساید فولدر، یعنی بدون که فولدر باشه، توی فولدر باشه. حالا بذارید من یه دونه اینساید باز کنم. میبینید که یه دونه داخل فولدر برای من آورد، یه دونه مثلا به اسم 2 یه دونه و یه دونه میبینید که به صورت مجزا بدون اینکه توی فولدر باشه. برای من یه FX چنل آورد که از اون قسمت از این قسمت FX هم میتونید مثلا ریوربتون انتخاب کنید یا دیلیتون انتخاب کنید که لود کنید. یه گروپ ترک، یعنی تمام ترک ها میتونه بره توی اون گروپ ترک یا توی همون به اصطلاح گروهمون که اینم جلوتر بهتون توضیح میدم. مونو باشه گروه ما یا استریو باشه، استریو اوت باشه، اینساید فولدر یا اوتساید و اسم مورد نظر. قسمت VCA ترک رو داریم. مثلا اجزای دراممون رو خب نمیخوایم که مثلا به عنوان مثال یه دونه صدا رو کم کنیم، میخوام تمام صداها رو با هم دیگه کم کنیم، یا میتونیم همه رو سلکت کنیم کم کنیم، یا از طریق VCA مثلا اگه منفی 1 dB بزنیم تمام صداها و تمام ترک های ما که توی VCA رفته به صورت منفی 1 dB میاد پایین. یه فولدر داریم که میتونیم یه فولدر رو اد کنیم، اسمش رو عوض کنیم، و برای اینکه یه چیزی هم بخوایم توی فولدر بذاریم، حالا من دوباره یه اودیو ترک باز میکنم، میگیریم میکشیم و میندازیم توی فولدر. به همین راحت میخوایم دراریم دقیقاً هم میکشیم میندازیم بیرون. خب اینا رو من دیلیت کنم.
قسمت رولر داریم ما اینجا، خطکش ما هستش که توی بارهای ما کمک میکنه. یعنی مثلا حالا توی آهنگسازی باز بیشتر که یه ذره رفت اونجا راجبش توضیح میدم که میتونه اینجا به صورت نامتقارن هم باشه. قسمت یوزینگ ترک پریست داریم، مثلا ترک پریدیسن آکوردیون به عنوان مثال. ما اینجا وقتی اد کنیم منتظر میشیم که خب خوبه، خوشبختانه لود کرد. میتونیم به عنوان پریستش از لاین هایی که اینجا میچینه ازش استفاده کنیم. ارنجر ترکر داریم، به عنوان مثال میتونید بگید که آقا این قسمت رو مثلا، حالا میگم توضیحاتش رو جلوتر بهتون میگم، یا چین 1 یا چین 2 رو برای من قسمت 1 منه که تمام اون قسمت لاین هایی که این زیر هست میره روی قسمت A که برای تنظیم خیلی مفیده که بهتون توضیح خواهم داد. تمپو ترک هستش، ببینید الان تمپو ما گذاشته 120 که این پایینم میتونید مشاهده کنیم که یه ذره جلوتر میریم قسمت پایینم بهتون توضیح میدم. تمپو ما که میتونید به عنوان مثلا دستی کنید، مثلا از عدد 60 اینجا میتونید کلیک کنید، 2 تا کلیک به این که از تمپو 60 توی مثلا میزان 2 بیاد روی 65 به عنوان مثال ازش میتونید استفاده کنید. ترانسپوز ترک هستش که میتونید مثبت یا منفی کنید برای ترانسپوز که ولیو رو میکنید مثبت 1، مثلا اینو میکنید منفی 6 یهو تقریبا میشه گفت همچین چیزی میده، میاد بالا و میره پایین. و میتونید یه ویدیو ترک اینجا اد کنید. پس ما تمام قسمت ها این ور به صورت کلی توضیح دادیم که میتونه هر کدوم چه کاری کنه، که توی جلسات بعد ما تمام اینها رو میایم ریز میشیم و کاربرد هر کدوم و حتی قسمت اینسپکترو و ویزیبیلیتی رو ما میتونیم اینجا با هم دیگه کار کنیم. خب یه قسمت که این قسمت کانستنت دیلی میبینی که توی این قسمت هم پایین و هم بالا اینجا ما داریم. قسمت ستاپ کامنت ریکورد مود هستش که میتونه به صورت پانچین باشه یا موقعی که میخواین ریکوردتون رو انجام بدینه که به صورت سلیقه‌ای میتونین باشین. نوشته کلیک ریکورد اگین دیورینگ ریکورد استاپ، یعنی اگه یه بار دیگه ریکورد رو بزنیم ما ریکوردمون قطع میشه. اگه میگه یه بار دیگه بزنی حالا ریکورد، میگه که ریکوردتون پاک شده و دوباره میاد ریکورد میگیره که میتونیم به صورت سلیقه‌ای این رو انجام بدیم. اودیو ریکورد مود چیه؟ یعنی میگه هیستوری ما، یعنی تاریخچه ما رو نگه داره، یا اینکه remove any excited audio in the record range but create new audio event for each cycle in cycle، یا به عنوان مثلا remove any previous audio in record range که من همیشه توصیه میکنم روی کیپ هیستوری باشه که بتونید آندو کنید و مثلا یک لاینیو توی ریکوردتون داشتید که میخواستید مثلا برای خواننده یا ساز بوده با کنترل زد بتونید اونو برگردونید. قسمت میدی ریکورد هم که همون هستش که میگم به صورت دیفالت میتونه باشه یا میتونه اوتو کوانتایزش اینجا روشن باشه که به صورت پیش‌فرض، یعنی هر موقع شما میزنید کوانتایز کنه نسبت به باری که شما اینجا براش تعیین کردید. حالا این یه ذره رفته تو، من از این قسمت اینجاست که برای مثال من میخوام ترک ویزیبیلیتی رو وردارم که از اینجا راحت تر باشه دیدم. قسمت بار رو داریم، میبینید که اینجا اولشه یعنی دست چپه و اگر راستی الان بزنیم میره ته بار ما. میبینید که اینجا میزان 3 هستش، میزان 1 میزان 3 1 1 0. حالا میتونه این بیاد اینجا میشه 3 4 0. قسمت لاک پانچ پوینتس تو لوکیتور هستش که وقتی مثلا اینجا میزنید به صورت پیشفرض میاد اینجا. من میگم زیاد توصیه میکنم به قسمت ترانسپورت پایینتون زیاد کاری نداشته باشید و نسبت به چیزی که با هم دیگه یاد میگیریم و راحت ترین روشش هست با هم دیگه میریم جلو. قسمت پانچین و پانچ اوت هست. برای مثال شما میخواید این تیکه رو مثلا یه لاین دارید، این تیکه رو شما میخواید دوباره خواننده بخونه، وقتی ریکورد روشن باشه و این دوتا روشن باشه، یعنی این قسمت و این قسمت،
پانچ این و پانچ اوت فقط همون تیکر ریکورد میگه و به صورت اتومات از میزان 3 به بعد دیگه ریکورد انجام نمیشه. خب حالا مثلا ما بذارید من یه دونه آدیو ترک باز کنم. خب اینم در نظر داشته باشی با G میاد بیرون و با H زوم این میشه و زوم اوت. یا میتونید از این پایین ببینید میگم ریز کیوبیس رو میخوایم با هم دیگه یاد بگیر، راه های مختلفش رو با هم دیگه یاد بگیر و حتی میتونه زوم عمودی هم داشته باش. از این قسمت هم یه سری خب پریست داره که میتونه مثلا روش اعمال کنید. زوم فول میتونه باشه و همینطور این قسمت که تمام لایناتون به چه صورت باشه. حالا ما میخوایم همه اینا به قول گفتنی مثلا بار ما انقدر هستش، ما باید بیایم اینو مثلا بکشیم بیاریم تا اینو بخواد سلکت کنه. نه، اگه شما روی لاینتون حالا میدی باشه، لاین میدی باشه، لاین اینسترومنت باشه، منظور این لاین هستا، این لاینی که الان من اینجا کشیدم آدیو 01، اگه روش کلیک کنه حالا ممکنه انقدر باشه، ممکنه مثلا زیاد باشه، دکمه پی رو روی کیبورد بزنم به صورت اتوماتیک میاد کل اون قسمت رو برای من سایکل میکنه، به عنوان مثل میشه همون گفت میاد دوره میکنه، یعنی از اینجا تا اینجاست که با استفاده دکمه اسلش، یعنی توی قسمت نامبر میبینید که اینجا گفته یه بار دیگه من میارم اکتیو سایکلز نام اسلش، توی قسمت نام اسلش رو بزنید به صورت لوپ میکنه. حالا برای مثال من اینو پلی کنم، با اسپیس پلی میکنم. خب میبینید که برای من پلی میکنه و اینجام که خب پاز و ریکورد و میبینید که پاز و پلی هست. این قسمت این قسمت هم برای ریکورد هستش که میتونه با ستاره توی قسمت نامبر باشه. اکتیو تمپو ترک میتونه تمپو ترک ما اکتیو باشه و مثلا شما تمپوتون رو وارد کنید، میزانتون رو وارد کنید که اگه نبود این شکلی براتون بود میتونید اینو بکشید و قسمت میزانتون برای شما بیاد. قسمت مترونوم هست که با سی، حروف انگلیسی سی روی کیبورد برای شما میاد. اکتیو کانتینگ، اکتیو کانتینگ یعنی چی؟ یعنی به صورت پیش‌فرض 2 میزان برای شما میشماره و بعد شروع میشه. ببینید مثلا من میخوام ریکورد کنم، میبینید که بار من تکون نمیخوره و بعدش داره ریکورد میگیره، یعنی 1 2 3 4 سری که من به صورت میگم توی آهنگسازی و ریکورد معمولا یه میزان خالی میزنم و از این قسمت استفاده نمیکنم. قسمت ستاپ کردن مترونوم رو ما اینجا داریم که توی جلسات بعدی که میخوایم به صورت پیش‌فرض به صورت کامل تمام اینها رو با هم دیگه یاد بگیریم صحبت کنیم. و قسمت استریو اوت و اینپوت ما هستش این قسمت. خب ببینید که اگه این قسمت بغل اگه شما بکشید یه سری امکانات به شما اضافه میکنه که من گذاشتم که به صورت پیش‌فرض نباشه و از همین قسمت من خودم به صورت دستی این کار رو انجام بدم. خب ببینید تمرینی که شما الان باید انجام بدید اینه که دونه دونه این قسمت هایی که بهتون توضیح دادم و در همون حدی که بهتون توضیح دادم باید بتونید که بدونید چیه، کار کنید باشه. اگه نمیدونید یه ذره سرچ کنید تو اینترنت، مثلا دیلی نمیدونید چیه، ریورب نمیدونید چیه، توی سایت برید اون آموزش ها رو ببینید که به صورت رایگان هم هست، میتونید برید مشاهده کنید که جلوتر که وقتی میخوایم با هم دیگه بریم و مباحث خیلی پیشرفته رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم به مشکل ما نخوریم. و اینکه توی جلسات آینده ما میایم شروع میکنیم اینکه تمام المان‌های قسمت اینسپکت رو، قسمت ترانسپورت و فرق اینسترومنت ترک، میدی ترک، اینا هر کدوم چیه و کلیدهای میانبر که با هم دیگه اونجا بیشتر آشنا بشیم راجع به کیوبیس. سوالی بود باز حتما
به تلگرام من پیام بدین یا واتساپ یا ایمیل کنین یا تماس بگیرید که شماره توی سایت هم هست. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. بریم با هم دیگه یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و تا آماده بشیم برای آموزش بعدی. خدا نگهدار.